سلام بچه، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. روبرو امیرحسین هستم. و بچه همونجوری که ببینید خیلی جالب جست ببینید که چرا طولانی نمی کنیم قضیه رو. چرا من دوباره باز دیروز که این ویدیو رو گذاشتم خیلیاتون دیدین حذف کردم ویدیوش که اون ساعت بازی نخود. چرا من خب الان دوباره باز امروز اینو دوباره روز گذاشتم. این دفعه میخوایم به صورت ویدیو شورت بزنیم که ویدیو شورت. خب بچه حالا من تو چنل تو بوس بعضی چیزای دیگر رو بهتون توضیح میدم. بریم سراغ ویدیو، وقت امروز رو نگیریم. ایوه منتظر باشید پارت دیگه ویدیو هم روبرو میذارم. خب نوشته که برای استفاده بهتر از انسری یا همون هدفون استفاده کنیم که ما نمیخوایم. خب بچه ما چیز دومش رو میریم، یعنی نه چی بهتون دارم میگم، میریم بیرون. ما برای تجربه بهتر از همون یک استفاده میکنیم تا 2 دقیقه ویدیو رو ضبط میکنیم که حالیتون بشه چه خبر. من نمیتونم ریستارت بکنم دیگه. اولش هم در حد همین که سالا رو نشون میده، یعنی چیکار کرده میاد داخل یه ساختمون. آره دیگه خلاصه که برین خودتون ببینید. خب حاجی عجب چیزی، عجب سیستم داجی چی داری میگی اینجا چیه اصلا؟ عجب سیستمی. این چسب و باند چیکار میکنین؟ اینجا باید خودتون پیدا کنین، چیز بکنین. اینجا من براتون یه سرنخ میکنم. خب میریم ادامه ویدیو. چه اینجا میاین شما چیکار میکنین؟ اینجا میاین خب اینجا میاین داش اینجا چی، اینجا چه لوازم چیزی و اینجا چیکار میکنه؟ و من اینجا رو میایم چسب میزنم. بله بعد میبینیم چسب کار میکنه. اینجا هم که خودمون میزنیم در باز میشه. حاجی عجب چیزی. ببینیم چیکار میشه. داش چه خبره؟ خب بچه اینجا رو توی پارت بعد برگردش میبینید بیرمرده داره این شکلی میکنه. بچه امیدوارم که از چنل خودتون روبرو خوشتون اومده باشه. امیرحسین هستم. ساب و لایک و حمایت کلا فراموش نشه. لایک اینا هم یادتون نره برای پارت دوم قسمت بعدی. عشق من این ویدیو شورت اول، یعنی کار اول چنلمونه، این چیزا اول چنلمونه. عشق منید تا ویدیوهای بعدی یا ویدیو شورت های بعدی. فعلا خداحافظ.